علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام دارم به کسانی که تلاوت قرآن کرده شدند. البته اگر همین سلام دهنده میدونند که همین سلام من یک نوع تشویشی برای اینها می آورد در تفکر و تدبری که کرده شدند در آیات و کلام الله عز و جل، یا اینکه سبب می شود که همون جای صفحه خواندگیش گم میکند و یک خلل و یک تشویشی برای اونها می آورد، پس در اینجا بهتر است اینکه سلام ندهد و اگر سلام دادک میتواند که همون تلاوت کننده در جاش جواب بدهد، یا اینکه جوابش را به تأخیر بگذارد و بعد از تلاوت جوابش بدهد. و اما در رابطه با اینکه کسی که نماز خوانده شده است اگر که براش سلام داده شده، البته جواب با زبان جایز نیست، نماز را باطل میکند و قبلا جایز بوده که بعدا منسوخ شده. و اما جوابش به اشاره، چون که عده از اهل علم به همین نظر هستند که جوابش به اشاره ماندگی است و منسوخ شدگی نیست، یعنی به اشاره یک شخص میتونه که جواب بدهد، مثل که به یک نفر سلام داده شده است همخیل با اشاره به دستش میتونه که جواب بدهد و همچنین با سرش میتونه که اشاره بکند. بارک الله فیکم.